هلو. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم چطور نظر مخالفمون رو به انگلیسی بیان کنیم، چطور جواب رد بدیم که نه غرور کسی رو خدشه‌دار کنیم نه شخصیتی رو تخریب کنیم. کاملا حرفه‌ای و محترمانه نظر مخالفمون رو بیان کنیم. این جواب رد میتونه کاری باشه، میتونه دوستانه باشه، میتونه احساسی باشه. این جلسه میخوام تو موقعیت‌های مختلف ببرمت و بگم بهت چطوری جواب رد یا نظر مخالف بدی. جمله‌هایی که لول تو جابجا میکنه. از جمله‌های ساده مبتدی تو رو هول میده به سمت جمله‌های کاربردی نیتیوا. حالا مبتدی بودن بد نیستا، ولی جایی که میتونیم پیشرفت کنیم مبتدی موندن خیلی بده. زبان انگلیسی رو باید کاربردی آموزش ببینی. پس تا آخر ویدیو هم باش تا ساختارهای حرفه‌ای و چانک‌های کاربردی رو با هم کار کنیم و یه نکته طلایی رو بهت بگم که سطح مکالمت رو زیرو رو کنه. خوش اومدی به جلسه جمله‌های کاربردی در مکالمه. قبل از اینکه جمله‌ها رو بشنویم باید بهت بگم اگه اومدی که صرفاً نگاه کنی و سرگرم شی ویدیو رو اشتباه انتخاب کردی. این ویدیو آموزشیه و مسیر آموزش مسیر دو طرف است. 2 برابر زمانی که آموزش میبینی باید تکرار رو تمرین کنی تا بتونی از آموزش استفاده کنی. اگه آماده ای تو این مسیر آموزش اصولی قدم برداری بزن بریم سراغ جملاتی که حرفه‌ای نشونت میده. یه چانک باحال و ساده که حرفه‌ای نشونت میده. I'm not sure if. مطمئن نیستم به دردم بخوره. مطمئن نیستم به من بیاد. مطمئن نیستم با سلیقش جور باشه. مطمئن نیستم ایده خوبی باشه. اول I'm not sure if رو میگی، بعد از اون میای جمله شخصیت رو میگی. حالت مختصر و محاوره‌ایش هم میشه not sure if. چقدر قشنگ میتونیم بیان کنیم نظر مخالفمون رو تا اینکه بگیم نه موافق نیستم. یه مرزی بچه‌ها بین بلد بودن و حرفه‌ای صحبت کردن هست. مثل زبان فارسی که هر جمله‌ای از زبان ما میاد تو ذهن و دل مخاطب یه حس و ریاکتی رو ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ مثلا فکر کن به جای اینکه بگیم مثلا مطمئن نیستم به من بیاد بگیم نه نمیخوام، نه دوستش ندارم. یک جاهایی موقعیت ایجاب میکنه که ما بخوایم از اون صراحته یک کمی نرمتر صحبت بکنیم. خب فکر کن تو ذوق مخاطب میخوره دیگه. یا مخصوصا تو جلسات کاری شما باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشی دیگه و محترمانه تعامل بکنی با همکارت، با شریکت یا با مشتریت. پس به جای گفتن I disagree میتونید نرمتر و محترمانه صحبت بکنیم. ما میخوایم توی موقعیت محترمانه بدونیم چه ساختاری رو میتونیم بیان کنیم. برو بریم سراغ چند تا مثال کاربردی از موقعیت‌های مختلف روزمره. ساختارش باید رو زبونمون بشینه، پس باید چی کار کنیم؟ میشنویم، پاز میکنیم، تکرار میکنیم. مطمئن نیستم باهاش موافق باشم. I'm not sure if I agree with that. مطمئن نیستم که منظورش این بوده. I'm not sure if that's what he meant. مطمئن نیستم که الان زمان مناسبی باشه. I'm not sure if now's the right time. مطمئن نیستم که ارزششو داشته باشه. I'm not sure if it's worth it. مطمئن نیستم باب میلم باشه. Not sure if I'm into that. مطمئن نیستم اون سبک مد رو دوست داشته باشم. Not sure if I'm into that fashion trend. مطمئن نیستم اون فضای مهمونی رو دوست داشته باشم. Not sure if I'm into that party vibe. مطمئن نیستم انقدر که میگن از کوهنوردی خوشم میاد. Not sure if I'm into hiking that much. مطمئن نیستم به اون نوع موسیقی علاقه داشته باشم. Not sure if I'm into that kind of music. مطمئن نیستم به اون سبک فیلم ها علاقه داشته باشم. Not sure if I'm into that movie genre. زیاد مطمئن نیستم اهل اینجور چیزا باشم. Not really sure if I'm into that kind of thing. آره دیدمش ولی فکر نکنم خوشم بیاد. Yeah, I saw it. Not sure if I'm into that. مطمئن نیستم این برای ما جواب بده. I'm not sure if that works for us. مطمئن نیستم برداشتمون یکی باشه. I'm not sure if we're on the same page. مطمئن نیستم با اهدافمون همراستا باشه. I'm not sure if that aligns with our goals. مطمئن نیستم بتونیم با این شرایط جلو بریم. I'm not sure if we can move forward like this. مطمئن نیستم الان بهترین گزینه باشه. I'm not sure if that's the best option right now. مطمئن نیستم سایزم باشه. I'm not sure if this is my size. مطمئن نیستم به موقع برسم. I'm not sure if I'll make it on time. مطمئن نیستم که درست گفته باشم. I'm not sure if I said that correctly. مطمئن نیستم که همینجا باشه.
I'm not sure if this is the right address. مطمئن نیستم به دل هم بشینی. I'm not sure if we'll click. مطمئن نیستم رو جواب بده. I'm not sure if it'll work for you. مطمئن نیستم از طعمش خوشش بیاد. I'm not sure if he'll like the taste. مطمئن نیستم سلیقه‌مو دوست داشته باشه. I'm not sure if they'll like my taste. تا الان 25 تا جمله رو با هم تمرین کردیم. قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام یه نکته بهت بگم، اما قبلش یه کار مهم باید انجام بدیم. یه جمله با این ساختار همین الان بساز. قسمت کامنت ها بنویس. اینطوری کامنت ها تبدیل به یک مرجع جملات کاربردی میشه که هم میتونی خودت استفاده کنی هم بقیه. با لایکت هم به هم بگو که از ویدیو خوشت اومده تا ویدیوهای بیشتری رو بسازم. برو بریم سراغ نکته مهم. برای بیان نظر مخالف به صورت حرفه‌ای ما به نظر مخاطبمون بچه‌ها هیچ وقت حمله نمی‌کنیم. اونو زیر سوال نمیبریم. به جاش از حس خودمون میگیم. با ساختارهایی مثل I don't feel, I don't think. به جایی که بگیم تو اینجوری هستی یا مثلا این چه نظریه یا نه نظرت مشکل داره، نظر خودت رو بگو مثلا من اینطور فکر میکنم یا من اینطور فکر نمیکنم، من این احساس رو دارم، من این احساس رو ندارم. به جایی که به طرف بخوایم حمله بکنیم. بچه ها موقعیتیه که میخوایم به طرفمون احترام بذاریم و باعث دل شکستگیش نشیم، باعث نشیم که روابط همکاریمون کدر بشه یا مشتریمون بپره. پس تو اینجور مواقع میایم از احساس و تفکر خودمون بیان میکنیم. چند تا مثال براتون میزنم بهتر جا بیفته. فقط بعدش باید پاس کنی، تکرار کنی. راستش بخوام صادق باشم فکر نکنم به هم بخوریم. If I'm being honest, I don't think we're a match. راستش حسشو ندارم. I'm not feeling it, to be honest. فکر نکنم گزینه مناسبی باشم. I don't think I'm the right fit. راستش فکر میکنم بهتره همینجا تمومش کنیم. To be honest, I think it's better if we leave it here. راستش دقیقاً دنبال این نیستم. To be completely honest, this isn't what I'm looking for. راهکار استفاده از این ویدیو رو اول بهت گفتم که اگه یه بار میشنوی چندین بار باید تکرار کنی تا زبونت برای استفاده این جملات آماده شه. اگه به پیشرفت و رشد در زبان انگلیسی فکر میکنی یه سر به چنل من بزن، سابسکرایب کن تا از ویدیوهای آموزشی و سرگرم کننده و کاربردیم جا نمونی. مطمئنم به کارت میاد. بای.